هزاران درود و مهر خدمت مینویی های عزیزم. سلام، به فالکده بنده خیلی خوش اومدید عزیزای دلم. فنجون قهوه‌ای که براتون آماده کردم امروز میخوام برای کسایی که کاتی هستن، عشق از زندگیشون رفته و قبلا تو رابطه بودن، میخوام احساسش رو بهت بگم، از برگشتش بهت بگم، از موندگاریش بهت بگم و آیا این قضیه به ازدواج ختم میشه یا خیر. برای وصل شدن به کائناتت حتما کد 782 رو برای من ریپلای کن و توی استوری های بعدی منتظر فال های قشنگ. به اسم کیس احساسیت و نام مادرش فکر کن، نیت کن که انشالله فالی که داره برمیگرده به نیت خودت و کیس احساسیت باشه. بریم ببینیم تفسیر قهوه داره چی میگه. بچه ها هر موقع خواستین فال بگیرین این یادتون باشه، اینجا زمان حال رو داره بهت نشون میده، اینجا اتفاقاتی قراره به زودی برات بیفته و اینجا اتفاقاتی قراره در آینده برات رقم بخوره رو داره نشون میده. من اینجا بخوام داخل بشقاب بزرگت رو نگاه کنم برای کات شده ها، میتونم بگم کیس احساسیت عمیقاً داره بهت فکر میکنه. اصلا این که باهاش کات کردی یه حالتی افتادی که باورش نمیشه از زندگیش رفته باشی. ببین شاید شما توی رابطت به کیس احساسیت بارها اخطار داده بودی که اگر فلان رفتارهات رو ادامه بدیم من داخل این رابطه بمون نیستم، ولی الان دارم میبینم یه قطع و وصلی. ببینید بچه‌ها اینا قطع و وصلیه، متوجهین؟ اینا قطع و وصلی رابطه است. به زودی زود شما بعد یه دعوا، یه کات، یه بلاک، یه پیام، یه دوباره نمیدونم وسیله هام برام بفرست، یه بهونه گیری هایی که بخوای رابطه رو دوباره با هم دیگه وصل بکنی دیدار داری. اگر شما موشکوچولوهای مهربون هر جفتتون واسه برگشت، موندگاری، ادامه رابطه دنبال دعا و جادو رفتین، 100% نتیجه براتون مطلوبه. دعای هر جفتتون پیامی داره برای کائنات ارسال میکنه که دیداری شکل بگیره. ببین اگر کیس احساسی توی حروفات اسمیش الف، سین، ی، ه و ر داره، این دیدار و صحبت تا آخر این هفته انجام میشه. یعنی شما تا آخر این هفته دیدار دارید، آشتی کنون دارید. ولی میتونم بهت بگم که این کیس احساسی شما پنهانکاری زیاد داره، چه در مورد خانوادش چه در مورد کاراش. ببین این آدم از ریشه یاد گرفته بلوف بزنه و خالی ببنده، چیزایی رو داره ازت پنهان میکنه که در صورت متوجه شدن امکان به هم ریختگی برات افتاده. خیلی کاراش آروم داره جلو میره، جدا از اینکه خودش دستی تو کار دعا داره، برای خودش هم از دور اطراف دعا زده شده. مغز پرفکری داره و روی همه چی قفل. به حالت دیگه بخوام براتون بچرخونم، اونایی که توی رابطه متأهلی هستن خیلی باید حواسشون رو جمع بکنن، به خاطر اینکه کیس احساسی شما از اول با دروغ وارد رابطه شده بوده، الانم به دروغ داره به شما میگه که توی خونه مشکلاتی برام به وجود اومده و دیگه نمیتونم داخل این رابطه بمونم. اون دسته از عزیزانی که توی اولای بهمن کات کردن و هنوز از کیسشون خبری نیست، تا 13-23 اسفند خبر میشه، یعنی دیدار و صحبت افتاده. یه سری از عزیزان که تو برج دی کات کردن، اینا حتما باید دنبال علوم غریبه، دنبال ودود برن که بتونن کیسشون رو برگردن، چون ریشتون پوک شده و این کیس ازتون فاصله گرفته. مثلا اونایی که تو دی کات کردن، کسی که محمد داره، اسم امامی داره، برگشت رو خیلی سخت داده و حتی میتونم بگم شخص به رابطه دیگه ای داره فکر میکنه یا در حد صحبت کردن با کس دیگه ای تو. اینجا شاعر میگه خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک میکنم، واسه تنهاییام فقط به تو فکر میکنم. بریم ببینیم برای موشکوچولوهایی که این 1-2 روز اخیر تو رابطه به مشکل خوردن. ببین اینایی که مثلا 1-2 روز است کات کردن، خیلی از طرف خانواده شخص شما مخالف داری، اصلا ازدواجو که ببوس بذار کنار. خب شما حتی برای در کنار هم بودن هم مشکل دارین، انگار نمیذارن. وارد مثلا رابطه با یه خانواده شدی، خیلی منم دارن، نه این دختر به درد ما نمیخوره، یا نه این پسر به درد ما نمیخوره، ما فلانی، ما پول داریم، ما الی، ما
اصالت داریم، ما خانواده‌مون این شکلیه. حواست باشه اگر با دختر یا پسر ابرو پیوندی تو رابطه، این خیلی آدم صاف و صادقه. کسی که پیوند ابروشو ور نداره تو این دور زمونه، میتونم بگم آدم صاف و صادق و بیریا، یه دست خاکیه و میتونی با این جلو بری و روش حساب کنی. اگر کیس احساسی خوشگلای من، خیلی دقت بکنید که این فال ها عمومی هستن و برای گرفتن فال شخصی حتما باید دایرکت تشریف بیاریم. اون دسته از عزیزانی که پای سر عشق دارن اشک میریزن و میتونم بگم از آبان یا آذر کات کردن و اصلا کیست خودش میگه که من تو رو نمیخوام، ولی خانواده هم قبلا مشکلاتی رو ایجاد کردن، این خیلی دلتنگته. فقط خیلی آدم بی ارزه‌ای توی فال افتاده، نمیتونه جلو بیاد، ولی از دلتنگی داره میمیره. و بهت بگم اگر وارد 100 تا رابطه دیگه هم بشه، هیچ کس برای شما نمیشی و کاملا در مقایسه است. ببین عامیانه بخوام بهت بگم، اینه که زندگی رو هم برای خودش زهر مار کرده، هم برای شما، چون شما هم خیلی دلتنگی و داری اشک میریزی و اصلا گله اشک عین چی بگم پاره کردن قلبی، چنگی که به قلب انداخته میشه داره میره پایین. و اگر کیس احساسیت قد کوتاهی داره، دنبال کار پیشرفت داره. یک سری از عزیزان من خب خیلی میان دایرکت که مینو جون ما هزینه دعا نداریم، ما نمیتونیم انقدر هزینه بکنیم. خوشگلم من الان 2 مدل شم تراپی دارم، ویژه دارم و شم تراپی معمولی دارم. شما میتونید از شم تراپی به صورت پشت سر هم دیگه استفاده بکنید و نتیجه مطلوب داشته باشید. شم تراپی ها برای همه کارها انجام میشه. دل طرف بر تنگ بشه، مثل بیقراری، جذب کراش داشته باشی، برای کارت، برای استخدامت، برای زبون بسته شدن همکارانت، برای بازگشت معشوقت، برای زبون بستن خانوادهش، برای هر چیزی که فکر کنی شما میتونی روی دعا انجام بدی، روی همین هم انجام میدی. ولی خب شم تراپی جوابدهیش نسبت به دعا خیلی کمتره یا دیرتره، اینجوری بگم بهتره. دعا یه چیزیه که شما میری سر اصل مطلب، یک باره میری کار رو یک سره میکنی و میذاری سر جاش. ما بچه دقت بکنید، قیمت دعاها برای عید هیچ نوع تغییری نکرده، با اینکه شرایط کشور، حالا شرایط اقتصادیش خیلی به هم ریخته و همه چی هر روز داره گرون تر میشه، ولی ما چیزی رو گرون نکردیم. و از همه بهتر که میتونم بگم یک حسن یا آپشن برای استاد الیاسه اینه که ایشون همه دعاها رو به صورت اقساطی هم براتون انجام میده، یعنی میتونید از همه دعاها به صورت اقساطی استفاده بکنید. این فالی که امروز براتون گرفتم بچه ها، اون خب کسایی که رابطه هاشون میان بیرون طبیعیه که حال و احوال خوبی نداشته باشن. عزیزای دل، شما 100% میتونید از عروسک ودود استفاده کنید. برای هماهنگی واتساپ با شماره تلفن 0902 080 345 مینو در خدمتتونه. میتونید از عروسک ودود برای بازگشت معشوق انجام بدید. بازگشت داره، بیقراری داره، قفل ازدواج داره، زبان بند داره، مطیع شدن داره. بچه از اونجایی که من یه تایم خب طولانی مدت نبودم دیگه، بعد اومدم استارت زدم دوباره برای شروع کاری، تایم 1 ماه و نیمه نبودم. از دیروز که استارت زدیم خب حجم واریزی برای فال خیلی زیاد شده. من امروز و فردا فکر نمی کنم تایم دیگه برای فال داشته باشم. شما میتونید برای پس فردا رزرو کنید. من اینجوری هم نیستم بگم وای فال فوری دارم و بیشتر واریز کنه اینجوری کنه اینا، نه. شما میتونید آرامش خودتون رو حفظ بکنید. من دوباره استارت بزنم که دونه دونه فال ها رو بگیرم. خیلی دوستتون دارم، حواستون باشه. با گرفتن فال پیش من فقط شما داری با حقایق روبرو میشی. من چیزهایی رو توی فال بهت میگم که شاید بری دورهاتو بزنی، بچرخی، بگردی، بعد بیای بگی که مینو اینو تو فال بهم گفته بود، کاش گوش میکردم. عزیزم، مینو جان عزیزم، خیلی ممنونم بابت همه فال هایی که ازت گرفتم و همشون 100% درست بوده و برام اتفاق افتاده. من الان چندین بار از خودت کار خواستم و فال گرفتم پیشت. واقعا نفست حق عزیزم، بهت ایمان